سلام دوستان، این گلدان بلوبری که هفته پیش بسته‌بندی شد، داره به هر نحوی لغو شد و همکارم ما یادشون رفت بازش کنن و بذارنش سر جاش. میخوایم ببینیم این بسته بعد از اینکه پست باشون بلاها رو میاره سالم میرسه به دست شما یا نه. خب دو سه تا حرکت رو امتحان میکنیم رو بسته. یه دونه پرتاب کردن و افتادنشه، مثلا اینطوری پرتابش میکنه یه بار، دوباره اونجا واسه خالی کردن یه بار دیگه پرتابش میکنه. باز احتمال داره این حرکت از دستشون بیفته. حالا میریم بسته رو باز کنیم که ببینیم چطور میشه. دور دم در خونه شما یه لغت هم مثلا بین راه میخوره. حالا ما بسته رو باز کنیم. توجه کنید این گیاه الان یه هفته است تو این بسته است، حداقل 7-8 روز این سفارش لغو شده. ما گذاشتیم از اینکه دوستانمو یادشون رفت بمونه یک روز هم تا ببینیم بعد یک هفته گیاه چه اتفاقی. این تصویر گیاه زمانی که گلدان رسیده به دست شما. این گیاه بلوبریه که یک هفته توی گلدانه و این گیاه بلوبریه که الان اینجاست. بعد از یک هفته تقریبا هیچ آسیبی ندیده، فقط اون یه هفته نور نگرفته، گیاه نتونسته رشد بیشتری بکنه. امیدوارم با خیال راحت از توسکا خرید کنید و مثل همیشه از خریدتون لذت ببرید.